یه شیر فولدر دارم، بر اساس نیاز به یه تعداد از افراد دسترسی رایت دادم. حالا چه اتفاقی افتاده؟ ما میدونیم توی کامپیوتر وقتی توی یه درایوی پوشه شیر شده داشته باشی و کسی هم دسترسی رایت داشته باشه رو اون پوشه شیر شده، میتونه به اندازه حجم کل درایو فایل کپی کنه. یعنی الان درایو من که پوشه شیر شده توشه 20 گیگه، کاربری که دسترسی رایت داره میتونه تا 20 گیگ فایل کپی کنه. 1 ترا بود تا 1 ترابایت میتونست کپی کنه، 10 ترا بودم تا اندازه 10 ترا میتونست کپی کنه. یعنی چی؟ یعنی آقا من این درایومو میخوام برای کارهای دیگه هم استفاده کنم، چون دسترسی رایت دادم، کاربر اگه سوء استفاده کنه میتونه کل حجم اینو اشغال کنه، برای کار اصلیم مشکل ساز بشه. چجوری مدیریت کنم؟ سهم بندی میکنیم. یعنی به کاربرهایی که دسترسی رایت دارن روی این پوشه شیر شده من میایم میگیم آقا تو بر اساس نیازت فقط 100 مگ نیاز داری، تو بر اساس نیازت 1 گیگ نیاز داری، تو بر اساس نیازت 10 گیگ نیاز داری. این سهمو که بهش بدیم دیگه فرق نمیکنه درایو من چه حجمی داره، به اندازه سهمی که بهش دادم میتونه فایل رو کپی کنه توی این درایو. به همین سادگی. چجوری انجام میشه؟ با استفاده از دیسک کوآتا. میخوام بهتون بگم چجوری این کار انجام بدید به دو روش. دقت کن تا آخرش همراه باش. بچا کامنت بذارید، آموزش خاصی خواستید، نظری داشتید، لایک کنید. کانال تلگرام هم که لینکشو گذاشتم دنبال کنید. از اون سمت هم یوتیوب و اینستاگرام هم که دمتون گرم شیر کنید ویدیو رو دیده بشه. ببین بچه‌ها، شما فرق نمیکنه تو سیستم سروری باشید یا تو سیستم کلاینت باشید، توی هر کدوم از این سیستم‌ها شیر فولدر داشتید، از درایوی که فایل سیستمش NTFS، این حد رو این در واقع موضوع رو باید رعایت کنید. در واقع فایل سیستم شما باید NTFS باشه تا بتونی از دیسکات‌ها استفاده کنی. از درایوی که پوشه شیر شده توش از پروپرتیز بگیر، برو سربرگ کوآتا، اگه NTFS باشه دیده میشه. اینجا enable کوآتا منیجمنت رو بزن، کوآتا اینیبل میشه. تمام شد؟ نه. اینجا یه گزینه داره دینای دیسک اسپیس. یعنی چی؟ یعنی شما میای یه حد سقفی رو میگی میخوام تعریف کنم در ادامه که کاربر از اون حد سقف نتونه بزنه بالا، بهش میگن هارد کوآتا. یعنی من میگم کاربر بتونه 1 گیگ فقط کپی کنه، رسید به حد 1 گیگ بیشتر نمیتونه کپی کنه، حتی اگه فضای خالی باشه. اوکی؟ حد سقف اینجا میشه هارد کوآتا. تیک رو برداری میشه سافت کوآتا. یعنی چی؟ یعنی من حدی رو مشخص میکنم ادامه، ولی ملزم به اجراش نیستم. آقا طرف اگر ردم کرد رد کرد. معمولا وقتی از حالت سافت کوآتا استفاده میشه که میخوای اکتشاف انجام بدی، یعنی بفهمی که اون حد و حدودی که گذاشتی برای کاربر کافی یا نه، چقدر بعد بهش میرسه. ممکنه کم حجم بهش داده باشی، ممکنه خیلی زیاد بهش حجم داده باشی. پس سافت کوآتا میذاری که اختلال تو کارش ایجاد نشه. بعد میگی لاگ برام ثبت کن، جلوتر بهتون میگم چجوری لاگا رو بررسی میکنی، میفهمی بله این کاربر بیشتر حجم نیاز داره، این کاربر خیلی زیاده حجمش، پس میتونی تغییرات رو ایجاد کنی و بعد بیای دینای بزنی و هارد کوآتاش کنی. حالا من میگم هارد کوآتا، اینجا میگه حد سقف چقدر باشه. دو نات لیمیت دیسک اسپیس. آقا اصلا نمیخواد محدودیت ایجاد کنی، من میخوام محدودیت داشته باشم. لیمیت دیسک اسپیس رو میزنم. اینجا یه قسمت لیمیت دیسک اسپیس 2 داره و یه قسمت ست وارنینگ لول 2. اینجا من میگم 500 واحد مشخص میکنیم، کیلوبایت، مگابایت، گیگابایت، ترابایت، پتابایت و الی آخر. من میگم 500 مگابایت، یعنی حد سقف تو 500 مگه. وارنینگ چی داره میگه؟ میذارم 300 مگابایت، یعنی وقتی به 300 مگ رسید به من وارنینگ بده. به 300 رسید بهم وارنینگ بده. یعنی قبل از اینکه به حد سقف برسه بهش میگه آقا داره پر میشه، داداش من آبی داره پر میشه، دقت کن، حواستو جمع کن. پس اینجا وارنینگ مشخص میکنیم. پس این شد کوآتای من. این چی داره میگه؟ میگه لاگ ثبت کن. وقتی به حد سقف رسید، به اون صفحه یه وارنینگ تو ایونت های ویندوز ثبت کن. وقتی به اون قسمت وارنینگ لولش رسید، 300 مگ رسید، یه وارنینگ ثبت کن توی ایونت ها، یه وارنینگ بده. پس اینجا میتونم لاگ ثبت کنم که معمولا وقتی که ما تو حالت سافت کوآتا هستیم این رو میذاریم که مشخص بشه چه کسی رسیده و الی آخر، بخوایم بررسی کنیم ببینیم گزارش چی بوده. پس میتونی بذاری، میتونی نذاری. من اینو میذارم. اما الان کوآتای من برای کی اعمال شده؟ من به کی گفتم 500 مگ تا 300 مگ هم وارنینگ بهم بده؟ مشخص نکردم برای چه کسی. این حالت یک کوآتای عمومیه که برای همه کاربرهایی که توی این درایو میخوان فایل کپی کنن و دسترسی دارن که رایت انجام بدن داره اعمال میشه. یعنی هر کاربری که توی این درایو ای بخواد فایل کپی کنه، دسترسی رایت داشته باشه، متاثر میشه با این حد و حدود. من میخوام یه کاربر خاص رو محدود کنم. اینجا کار نکن. بیا اینجا تو قسمت کوآتا اینتری، اینجا
یک نیو کوارتا اینتری رو بزن. قبل از اینکه نیو کوارتا اینتری رو بزنم اینجا نشونتون میدم که شما بار اول که بیای اینجا فقط بیلتین ادمنستریتورز هستش. بیلتین ادمنستریتورز چیه؟ یعنی گروه ادمنستریتورز کامپیوترتون. ما میدونیم پنجره ایکس رو میزنم، دیسک منیجمنت رو میارم. دیسک منیجمنت چرا؟ کامپیوتر منیجمنت رو میارم. اینجا قسمت گروه ها، گروه ادمنستریتورز، گروه قدرتمند ادمنستریتورز. میگه هر کی عضو این گروه هست هیچ لیمیتی براش اعمال نمیشه. یعنی کسی که عضو گروه ادمنستریتورز طبق این پالیسی تحت تاثیر پالیسی من و تنظیمات قرار نمیگیره، برای اینکه آقا کاربرای ادمین خیالشون راحت باشه محدود نمیشن. اوکی، این هستش. اگه یک کوارتا ست کنید اینم اضافه میشه که حالا بعدا راجع بهش صحبت میشه اتوماتیک. من میخوام به یک یوزر خاص دسترسی بدم. تو قسمت کوارتا نیو کوارتا اینتری رو میزنم، ادوانس رو میزنم، فایند میزنم، یوزر شماره 1 U1. سیستم من عضو دومین U1 توی اکتیو دایرکتوری ساخته شد. میخوام به U1 پرمیشن بدم. در واقع ببخشید کوارتا بدم. چقدر؟ هیچ محدودیتی نداشته باشه U1. نه، میخوام محدودیت داشته باشه. U1 میخوام حد سقفش چی باشه؟ 100 مگ باشه. روی 60 مگ بهش وارنینگ بده. نیازش همینقدر کافیه. تمام شده رفت، ساخته شد. بچه حالا چجوری تشخیص میده که U1 چقدر کپی کرده؟ مثلا الان داره میگه فعلا U1 هیچ حجمی کپی نکرده. 100 مگ کوارتا لیمیتشه، وارنینگ لولش هم روی 60 مگ. درصد استفاده از چند درصد استفاده کرده از 100 مگش هم فعلا صفره. هیچ حجمی کپی نکرده. از کجا تشخیص میده؟ سکیوریتی آیدی. هر یوزر توی ویندوز یک کد منحصر به فرد داره به اسم سکیوریتی آیدی. ویندوز کاربر رو با U1 نمیشناسه، با سکیوریتی آیدیش میشناسه. من برای راحتی میگم U1. اوکی، پس ویندوز من داره با سکیوریتی آیدی کار میکنه. و حالا توی فایل سیستم NTFS هر کسی که داره فایلی رو کپی میکنه و از درایو استفاده میکنه ثبت میشه یا چک میشه آقا سکیوریتی آیدیش چیه. پس چون فایل سیستم NTFS میتونه چی رو بخونه؟ سکیوریتی آیدی رو بخونه، پس کوارتا میتونه کار کنه. یعنی از این به بعد وقتی U1 سکیوریتی آیدیش میره فایلی رو کپی کنه، چک میکنه آقا برای این سکیوریتی آیدی آیا محدودیتی تعریف شده یا نه؟ میبینه بله 100 مگ تعریف شده. هر حجمی رو که کپی کرد میره از این 100 مگ سهمش کم میکنه. دفعه بعدی اومد کپی کنه، اگه 100 مگ پر شده بود میگه شرمنده نمیتونی کپی کنی. اگه نه هنوز پر نشده بود اجازه میده کپی کنی. پس اینجوری تشخیص میده چه کاربری داره فایل کپی میکنه بر اساس سکیوریتی آیدی. من کوارتا رو ست کردم تمام و اینجا اپلای میکنم. این هارد کوارتاش هم چک میکنیم. در واقع چکشو بزنید که اگه میخواید محدود باشه. اینجا داره میگه اگه میخوای اینیبل کنی حواست به این نکته باشه، کلیتش اینه که این چون داره با همون سکیوریتی آیدی کار میکنه و چک میکنه چه کسی چقدر کپی کرده و بررسی انجام میده، این میتونه یه پروسه‌ای رو بگیره، یه پردازشی رو در واقع اشغال کنه. حواست به این قضیه داشته باشه. میگم اوکی مشکلی نداره، تایمی هم گرفت اشکال نداره. الان اینیبل شد رو درایو ای، روی کل درایو. میتونم رو پوشه اعمال کنم کوارتا، چه جوری ایجاد کردنم بهتون در ادامه میگم. میریم حالا سراغ کلاینتمون. آقا این کلاینت من U1 وارد میشه. U1 دسترسی رایت داره یا نه؟ بریم ببینیم. بله دسترسی رایت داره. این که یه فایل تکست سبک بود اوکی. این در واقع فایل چقدر؟ این فایل 182 مگیه در حالی که حد صف من 100 مگ بود. ببینم میتونه کپی کنه یا نه. ببینید میگه چی؟ میگه شما فضای خالی کافی نداری، در حالی که این درایوی که پوشه شیر شده روشه دارید میبینید 20 گیگ خالی داره، ولی این کاربر نمیتونه بیشتر از 100 مگ کپی کنه. ولی در حال حاضر خیلی راحت هر تعداد، حالا این فایلی که اسمشو عوض کنم، فایل زیر اون حجم باشه خیلی راحت میتونه کپی کنه. به همین سادگی. من فایل مثلا 5 مگی بیارم خیلی راحت دارم کپی میکنه. پس دارید میبینید کار میکنه. چقدر قشنگ. میگه شما این آف اسپیس نداری. کوارتای من کار کرد. الان اگر برم اینجا دوباره پروپرتیز بگیرم، بسته به حجمی که حالا مصرف شده، کوارتا، اینجا کوارتا اینتری، U1 رو داره میگه 2 کیلوبایت استفاده کرده، هنوز به 1% هم نرسیده. ببینید قشنگ حجمو میده. حالا توجه داشته باش، یه نکته خیلی مهم. من چون عادت ندارم ناقص درس بدم، اینجا بهتون میگم اگه من یه روزی بخوام دیگه کوارتا اعمال نکنم چه اتفاقی میفته؟ آقا دیگه نمیخوام U1 کوارتا داشته باشه، راست کلیک دیلیت. چون فایل قبلا کپی کرده. میگه آقا این دوتا فایل به نام U1 وجود داره. به نام U1 وجود داره. اینا رو میخوای چیکار کنی؟ میتونم دیلیتشون کنم.
میتونم مثلا اینو انتخاب کنم دیلیت، اینو انتخاب کنم دیلیت، میتونم تیک آنرشیپشون کنم، میتونم مووشون کنم، یه مسیر بدم بگم برو تو این مسیر، به عنوان مثال مووشون کن. داستان چیه؟ چی داری میگی شلایی؟ آقا قضیه اینه وقتی شما کواتا اعمال میکنی انگار یه هارد کوچیکی با اون حجمی که شما برای کواتا تعریف کردی داری ایجاد میکنی. من یه هارد کوچیک 60 مگی 100 مگی ایجاد کردم برای یوزر U1. تو این هارد کوچیکه این یوزر اومده فایل کپی کرده. حالا تو میخوای این کواتایی که میشه همین هارد کوچیکه رو پاک کنی، میگه فایل‌ها توش من چیکارش کنم؟ یا جابجاشون کن به یه درایو دیگه توی مسیر دیگه، چون میخوای این کواتا رو پاک کنی، انگار میخوای این هارد رو پاک کنی. یا مووشون کن، مسیر بده، موو بزن. یا مالکیتشون رو بگیر از فردی به نام U1 که دیگه انگار تو این هارد، مثلا تو این هارد مالکیت U1 ثبت شده دیگه، حالا مالکیتش رو میگیری به نام یکی دیگه ثبت میکنی. به نام کی؟ به نام مثلا ادمین این سیستمه، همین یوزری که داری باش این عملیات رو انجام میدی. تیک آنرشیپ، مالکیتش رو میگیری دیگه به نام این نیست، انگار فایلی توی این کواتا وجود نداره، فایل سر جاش میمونه، حفظ میشه، ولی مالکیتش، آنرش که ما میدونیم تو بحث پرمیشنات تو دوره مایکروسافت هم درس دادم، هم تو دوره ویندوز 11 خودم که تو توسینسو هست، هم تو دوره در واقع ویندوز سرورم MCSA هم اینا رو درس دادم. میمونه مالکیتش میشه مال یکی دیگه به نام U1 نیست. اگه اختلال ایجاد میکنه بدون که تیک آنرشیپ اینجا برات اختلال ایجاد میکنه، دیلیت هم که دیلیتش میکنه. پس بدون نکته داری اگر این کار رو انجام بدی، کواتا بذاری بعد بخوای بیخیالش بشی، یا باید دیلیت کنی فایلایی توی اون کواتا رو که حذف میشه اطلاعاتت، یا باید تیک آنرشیپ کنی مالکیتش رو به یکی دیگه بدی، یا موو بزنی بفرستیش یه جا دیگه با مالکیت خود این کاربر. حواست به این نکته باشه و بعد میتونی پاکش کنی که من الان پاک نکردم. این میشه کواتا به همین سادگی. اما حالا اگه من بخوام کواتا رو جور دیگه پیاده سازی کنم، کواتا رو بخوام روی پوشه مثلا بگم رو این پوشه فلان کاربر چقدر میتونه کپی کنه، نه روی ریشه درایو. من الان اگه از پوشه پروپرتیز بگیرم سربری به نام کواتا ندارم، پس روی پوشه کواتا اینیبل نمیشه بای دیفالت. اوکی. یا اینکه بخوام به گروه بگم که تو چقدر سهم داری، در این صورت شما باید از چی استفاده کنی؟ از FSRM استفاده کنید. ویدیوی جلسه پیش نصب FSRM رو بهتون گفتم، تو سرور منیجر برید add roles and features، next، اینجا file and storage services، اینجا file and اسکازی expand کنید، ای بابا expand کنید، فایل سرور ریسورس منیجر رو اینستال کنید، تیکشو بزنید، نصبش کنید. به همین سادگی. وقتی نصبش کردید توی قسمت تولز FSRM در اختیارتون هستش. خب توی قسمت FSRM خب شما میتونید فایل اسکرینینگ انجام بدید که میشه ویدیوی جلسه قبلمون که محدود کنیم چه فرمت های قابل کپی کردن باشن. خیلی بحث جالبی بود، حتما ویدیوی قبلی رو ببینید. از طرفی میتونی کواتا تعریف کنی. کواتا تمپلیت داره. یه سری محدودیت 10 گیگی نوع هارد، یعنی بیشتر 10 گیگ نمیتونه کپی کنه. 100 مگی هارد، 2 گیگی هارد، یعنی یه سری حجم ها رو به صورت هارد کواتا اومده ست کرده. یه سری هم سافت، یعنی حد سقف‌ها رعایت نمیشه، فقط برای دیتک کردن. اگه اینا کافیت هستن میتونی ازشون استفاده کنی در ادامه. اگه نه میخوای مثلا یه دونه لیمیت مثلا 200 مثلا 50 مگی بدی، راست کلیک کن اینجا create quota template، یک اسم بزن روش هر چی دوست داری، اینجا حجم بزن 150 مگ، هارد باشه یا سافت باشه، درست شد. و نوتیفیکیشن هم اگه میخوای بده، یعنی اگه مثلا رخ داد همچین اتفاقی نوتیفیکیشن بده یا نه، میتونی نوتیفیکیشن اد کنی. آقا ایمیل ارسال کن، آقا یک ایونت ثبت کن، آقا این کامند رو اجرا کن، آقا این ریپورت رو بده. روی 85%، یعنی وقتی به 85% حجم تعیین شده رسید این وارنینگ اعمال بشه، شما انتخاب میکنی و وارنینگ تو میذاری. مثلا میگی رو 85% یکی از اون اتفاقا بیفته. اوکی، یه تمپلیت ساختم روی 150 مگ از نوع هارد. حالا پس یا میسازی یا همینا هستن. تو قسمت کواتا که بری راست کلیک کرییت کواتا، اینجا میتونم مشخص کنم که آقا من میخوام توی این پوشه یا روی این پوشه کواتا تعریف کنم، چیزی که قبلا نمیتونستم. پس کواتا رو این مسیر ایجاد کردم و اینجا هم تمپلیت هم انتخاب میکنم. تمپلیت همون 150 مگی بود. به همین سادگی کرییت رو انتخاب میکنم و کار برای من در میاد. به همین قشنگی کار برام انجام میشه. این هم که حالا
در واقع کواتا پروپرتیس تو چجوری میتونی تعریف کنی، میتونی کاستوم پروپرتیس بزنی و اینجا بیای یه سری توضیحات و لیمیت ها رو خودت از نو ایجاد کنی، یعنی همزمان با ایجاد کواتا یک تمپلیت هم ایجاد کنی که من میگم نه میخوام از این تمپلیت برای من ایجاد بشود. به همین سادگی کرییت رو میزنم و سلام نامه تمام، به همین قشنگی برام ایجاد شد. حالا میخوای پروپرتیس بگیری، خیلی راحت ادیت کواتا پروپرتیس رو بگیر و هر تنظیم و تغییری که میخوای ایجاد کنی رو ست کن برای کارت. اینجا میتونی همه این تنظیماتی که دارید میبینید رو فعال کنید. دیسیبل کردن کواتا هم کواتا رو غیر فعال میکنین دیگه، از این به بعد کواتا براش فعال نیست. به همین سادگی دیگه چی از این بهتر. اینم میشه استفاده از کواتا با استفاده از FSRM که روی فولدر میتونم تعریف کنم. دیگه از این راحت تر برامون نیست. دمتون گرم، نظرتون رو بنویسید، کامنتو که حالا میشه همون نظرتون رو بنویسید، لایک کنید، بفرستید برای بچه‌ها. طولانی شد، خدا نگهدار.